خب یک بار دیگر دینامیکا را خالی کنیم. یک بار دیگر بچه ها رفتیم، حرکت کردیم. حرکت. آفرین کارگردان میلیچیا برادر عزیز. آفرین. سلامت باشیم برادر علمی خیل با ترتیب بیاریم میدان. یه باشد میگردم کمه گردید با هنرنمای اهلیه تحفه تست برای هنرنمایی و برای اشتراک فعالانشون تشکر. رقابت اهلیه در دور دوم مساوی بود. سپاسگزاریم از هنرنمای خوب. حالا باز پهلوانان جوان ورزشکران غالب را حق معرفی کردن داریم. امین جان ناحیه تیمور ملک 2 غلبه دارد. عبدالله ناحیه مومن آباد مکافات هر دینا. تاجدین رقمی مجازن های پهلوان که کسی دیگر نمانه نمادنی یکون پهلوان اینجا نیاید. یک قولین 200 سومانی توفه هر دو پهلوان. ها گیلم آخرین را بیان شما اون طرف. همین چونین بیایم این اینجا در 6 تا 7 جفتی که هست دیگر زیاد نمیمونیم. اینا خالی بشون دیگر را خلق میکنیم. برادر که چک می نویسانده کنی شما با پهلوان کلاب شهر مهمان از ناحیه پاونج. حالا با دیگر برای معرفی پهلوانان فرصت داریم. نظر پهلوان ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان و پهلوان میزبان آفتاب لقا شاهرخ امیرخانو با افتخار از یک رقمی ما شما به هر دو بخت و سعادت میدان آفتاب لقا را زیبا کنید. مردم از هنر و مهارت شما حلاوت برند. یک خلدلیک ارزش 4,500 سومانی باز هم یک قالین 4 به 6 توفه دوم 1000 سومانی در مکافات دوم زم شد. علیشیر اکرامов صاحب برکت برادر عزیز نظیما بیا. علیشیر اکرامov خب همگی را برو آوردیم با جز همین کسی که در بدنش فرمای کاری میلیتیا و امان دارد همینا بیستن دیگر نباشد. به فرما را همه را بیرون کردیم. سرداور مسابقات یکی از پهلوانان محبوب امروز هم چون دعوت به عمل آوردن که ذکرالله قادرов از ناحیه خاولین که ورزشگرم به میدان دعوت کردن. حالا برای پهلوان مخالف یک قدم به حق نظر پهلوانی هپا شهر حصار یک کفکوبی ما و شما استقبال صمیمانه همه. اگر به همین پهلوان باشد مرحبا، نباشد قدم تا نوری دیده تاج سر دیگر با دیگر پهلوانو حق هنرنمایی نداریم. حق نظر نظرov مهمان ارجمندی آفتاب لقا از شهر حصار است. دیگر ترتیبی که شما میدان داری کردنتون با خواهش خودتان و پهلوان دلخواهی خودتان آوردن است. در این ردیف کار رنگی دیگر نمیگیرد. تشکر. کسی که گیره باز هم توفه مکافات خیلی ارزندن. از ابتدا تا به مرحله نهایی امیدواریم که این پهلوان خیلی هنر خوب هم نشان میدهد. مهمان شهر حصار در میدان هست. طلبکار پهلوانی معروفی کشور پهلوان فردوس نسیموف شهر کولا همینجا باشید. دادر عزیز وارد میدان شد.
مرحبا لباس ها رو پوشن وارد میدان شد. دادوف بیا نسیما. دادوف پهلوان اینجا جدا ما میکنیم. از جانبی راستی من پهلوانی ناحیه رودکی علی باقیوف، از جانبی عارف جان دادوف ناحیه بلندکوهی طویل‌قدم، بین هر دو پهلوانان وارد میدان شوید. لازم سالم میگم تا سرکرده میشم. و شاهدان قلندر و هست یادای تلبر تاجدین سالم پهلوانا یک پلیساس 200 سامانی پهلوانان گلیمی اول. عارف دو پهلوان ناحیه سنگبر از سبب جراحی گرفتن حریفی شاهرخ ابیخانوف غالبیت به شاهرخ پهلوان داده می شود. در نظام کرامت الله حکیموف پهلوان شهر دوشنبه تشریف آوردن، وزنی تا 80-90 کیلوگرم پهلوان ها باشند که آزمایی میکنند. مرحمت عمر پهلوان از ناحیه حصار حریف کرامت الله حکیموف. مرحمت وارد میدان شوید. بین هر دو پهلوانان تاجدین سالم پهلوان را اعلام کرد. برادرای عزیز، یک دقیقه این پهلوانا اینجا را به ترتیب بیاریم. اینجا چند تا پهلوان معروف است، اینا را من اعلام کنم. شاهرخ بیا اینجا، کجا رفتی؟